نام کتاب فرهنگ چیست؟ نویسنده احمد کسروی. انتشارات نسخه الکترونیکی. سال انتشار چاپ اول 1322 هجری شمسی و چاپ دوم 1324 هجری شمسی. راوی احسان حقیقت. ویرایش و بازبینی قاسم قرداغی. تاریخ اجرا خرداد 1399 هجری شمسی. تعداد صفحات 30 صفحه. موضوع اجتماعی فرهنگی. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com فرهنگ چیست؟ نوشته احمد کسروی. چاپ اول 1322 هجری شمسی، چاپ دوم 1324 هجری شمسی. در پیرامون این دفتر، این دستگاهی که فرهنگ نامیده می شود یک دستگاه ارجدار و حناینده است. دستگاهی است که اگر نیک باشد تواند توده را پیش برد و به سرفرازی ها رساند، اگر بد باشد آنها را به نیستی و نابودی کشاند. فرهنگ دستگاهی است که ما سخت‌ترین نیاز را به آن می‌داریم. ولی جای افسوس است که این دستگاه فرهنگی که امروز در ایران است بد میباشد و این است زیانمند میباشد. به این معنی ما اگر سود آن را با زیانش بسنجیم زیانش بیشتر در میآید. و دلیل این سخن چنان که در متن کتاب نیز نوشته شده آن است که ما اگر یک جوان دانشکده دیده را با یک روستایی کشاورز برابر یکدیگر گذاریم و آنان را از دیده شایندگی به زندگانی بسنجیم، بیگمان آن روستایی به زندگانی شاینده تر و به کشور و توده سودمندتر از این جوان فرهنگی می باشد و مغز و نیروهای خدادادیش نیز درستتر از این است. این چیزی است که هیچ کس انکار نخواهد کرد و خود دلیل بسیار استواری به گفته ماست. ما درباره این فرهنگ گفتارهایی در پرچم و دیگر جاها نوشته بودیم و چون آنها پراکنده می بود همه سخنان خود را در این دفترچه در یک جا گرد آوردیم. خوانندگان می دانند که در زمینه ای به این بزرگی این دفترچه کوچک می باشد، ولی چه باید کرد که مرا فرصت بیشتر از این نمی بود. این را هم باید نویسم که ما را با کارکنان فرهنگ دشمنی در میان نیست و این سخنان را نه به نام دشمنی با کارکنان فرهنگ بلکه به نام دلسوزی با توده نوشتم. این است اگر کارکنان فرهنگ پاسخی توانند داشت و بنویسند ما را رنجشی نخواهد بود. دیباچه برای چاپ دوم. از چیزهایی که در ایران به زیان توده است دستگاه فرهنگ است. ما به فرهنگ نیاز بسیار می‌داریم، ولی این دستگاه آنچه ما نیاز می‌داریم نیست. این اگر سودهایی می‌دارد زیانهایی هم می‌دارد. روی هم رفته زیانهایش بیشتر است. این یکی از چیزهایی است که باید دست به ریشه‌اش برد و دیگر گردانید. در ایران یکی از کارهایی که باید بود همین است. در این 10 و چند سال که ما به کوشش برخاسته ایم و به شاعران و کتاب‌های ایشان ایرادها می‌گیریم و صوفیان و بدآموزی‌های آنان سخن می‌رانیم، چون با همه های هوی‌ها که می‌شود گفته‌های ما
جا در دلها برای خود باز می‌کند، وزارت فرهنگ خود را ناچار دیده و کتابهایش را دیگر گردانیده. ولی این کار جز سنگر عوض کردن نبوده. یک دسته چون از وزارت فرهنگ ماهانه‌های گزاف می‌گیرند، از هیچ رو خرسندی نمی‌دهند آن دستگاه به هم خورد و برای کوتاه گردانیدن زبان ایرادگیران می‌خواهند رویه کاری‌هایی کرده در جای خود پایدار مانند. ولی این نخواهد بود. دوباره می‌گویم، فرهنگ از چیزهایی است که باید از ریشه دیگر گردد. باید از میان برخاسته فرهنگی دیگر جای آن را گیرد. برای این کار هم باید پیش از همه زمینه در اندیشه ها آماده گردد. باید پیش از همه عمیق ها روشن شده مردم معنی راست فرهنگ و نتیجه ای را که از آن باید بود بدانند. برای همین خواست این کتاب چه نوشته شده و چون نسخه های چاپ نخست پایان پذیرفته بود، دوباره به چاپ رسید و ما امیدمندیم نزدیک باشد آن روزی که نتیجه این کوشش های خود را در دست داریم. آوایبوف.com به نام پاک آفریننده جهان. ما در نوشته های خود بارها نام فرهنگ برده از آن ناخشنودی نمودیم و اینک در اینجا همه سخنان خود را در آن باره می نویسیم. گفتار یکم، فرهنگ چیست؟ فرهنگ از کلمه هایی است که به زبان ها افتاده و امروز دستگاه بزرگی در کشور با این نام خوانده می شود. ولی معنای روشنی از آن در میان نیست. دیگران بمانند، شما اگر به وزارت فرهنگ روید و سران آن وزارتخانه را گرد آورید و یا استادان دانشگاه را فراهم نشانید و از آنان بپرسید فرهنگ چیست و برای چیست؟ چه چیز هاست که فرهنگ نامیده شود؟ چرا باید هر خاندانی فرزندان خود را به دبستان و دبیرستان فرستند؟ چرا باید جوانان درس خوانند؟ به هیچ یکی از این پرسش ها پاسخ درستی نخواهید شنید. بارها دیدم چون چنین پرسشی رفته شنونده در شگفت شده و پاسخ داده مگر معنی فرهنگ دانسته نیست؟ چون گفته شده اگر دانسته است شما هم بگویید درمانده و به خاموشی گراییده و یا چنین گفته دیگران مگر فرهنگ ندارند؟ آنها چطور؟ ما هم همانطور. این بوده پاسخی که داده شده. راستی هم آن است که اینان چون شنیدند در میان دیگر توده ها وزارتی به نام فرهنگ هست، دبستان ها و دانشکده ها هست و درس هایی به بچگان و جوانان داده می شود، در اینجا نیز ماننده ای از آن را پدید آوردند بی آنکه نیک بیندیشند و معنی راست فرهنگ و نتیجه ای را که از آن باید گرفت بدانند و بفهمند، از روی بینش به کار پردازند. در آن میان برخی نیرنگ های بدخواهانه نیز در میان بوده و در پدید آوردن این فرهنگ کارگر افتاده است. این است ما خود باید فرهنگ را معنی کنیم و نتیجه ای را که از آن باید بود روشن گردد. فرهنگ آن است که بچه‌ای که پس از چند سال پا به میان مردان یا زنان گذارده در زندگی هم پا خواهد گردید، باید چیزهایی را که در زندگانی نیاز به دانستن آنها خواهد داشت یاد گیرد که با یک مغز روشن پا به میان گذارد و در هر رشته بایای خود را بشناسد. این است معنی فرهنگ. اکنون ببینیم چه چیزهاست که در زندگانی نیاز به دانستن آنها هست. یک فهرست کوتاهی از آنها یاد کنیم. پیداست که یک بچه نخست باید خواندن و نوشتن یاد گیرد. به خواندن و نوشتن گذشته از آن که در کار زندگانی نیاز هست، یاد گرفتن دیگر چیزها نیز بی آن نتواند بود. از این رو نخست باید به آن پرداخت. سپس اندکی جغرافی و تاریخ بخواند و از دانشها اندک آگاهی بیندوزد. از تندرستی و دستور آن ناآگاه نماند. دختران خانه‌داری و بچه پروری و کارهای دستی و پختن و دوختن نیز یاد بگیرند. اینها چیزهایی است که برای همگی است و باید در دبستان فرا گیرند.
پس از دبستان از یک سو آمیخ‌هایی هست که هر کسی باید یاد گیرد. این جهان چیست؟ آن را که می‌گرداند؟ ما در آن بهر چه ایم؟ آدمی چیست؟ چه جدایی میانه آن با دیگر جانوران است؟ هر کسی در زندگانی چه بایایی دارد؟ توده ها با یکدیگر چگونه راه روند؟ از چه راههایی میتوان از بدیها کاست؟ از چه راههایی میتوان بهره‌مندی مردم را از آسایش و خرسندی بیشتر گردانید؟ سررشته داری یا حکومت چیست و چگونه باید بود؟ کار و پیشه بهر چیست؟ بازرگانی چه می باشد؟ کشاورزی چگونه باید بود؟ بایای مردان با زنان چیست؟ از این گونه آموزاک‌های گرانمایه که ما دین یا آمیخ‌های زندگانی می نامیم. از یک سو هم از 200-300 سال پیش دانش‌هایی از فیزیک و شیمی و ریاضیات و پزشکی و مانند اینها رواج گرفته و هنرهایی از آهن‌گدازی و ماشینسازی و افزارسازی و نخریسی و پارچه بافی و راهکشی و خانه‌سازی و مانند اینها پدید آمده که ما نیاز سختی به آنها می‌داریم و بی آنها زندگی نتوانیم کرد. این دورشته نیز از چیزهایی است که باید به نخواستگان یاد داده شود. آمیخ‌های زندگانی یا حقایق دینی را باید همگی یاد گیرند، ولی به دانش‌ها و هنرها کسانی که خواهانند بپردازند. این است پس از دبستان باید دینکده‌ای باشد که آمیخ‌های دینی را یاد دهد و دانشکده‌هایی باشد که به داوطلبان دانش آموزد. این هاست چیزهایی که به بچگان و جوانان باید آموخت. این هاست چیزهایی که در زندگانی نیاز به دانستنش می باشد. این هاست چیزهایی که فرهنگ نامیده می شود. اکنون شما نیک نگرید که وزارت فرهنگ ایران به بچگان و جوانان اینها را می آموزد. از دبستان گرفته تا دانشکده بالا روید و آنچه می آموزند به یکایک به دیده گیرید. در دبستان نوشتن و خواندن یاد می دهند. اگرچه آن نیز از یک راه غلطی است، زیرا زبانی ندارند تا خواندن و نوشتن بیاموزند. یک زبان ساخته بسیار بدی را زبان کلیله و دمنه برای خود برگزیدند و عمرهای بچگان را با یاد دادن املای کلمه‌های غلط عربی هدر می‌گردانند. با این حال ما ایراد نگرفته در این بخش خوشنودی و خرسندی می‌نماییم. از تاریخ و جغرافی و دانش‌ها نیز چیزهایی می‌آموزند. روی هم رفته در بخش آموزاک‌های دبستانی. اگر از شعرهای بیهوده یا زیانمند که می‌آموزند و سخنان سست و در همی که به نام اخلاق می‌گویند و از پندارهای پوچ یا خرافات که به عنوان دین یاد می‌دهند چشم پوشیم، ایراد بزرگی نمی‌دهیم. در دبیرستان نه تنها 6 سال عمر پسران و دختران را هدر می‌گردانند، نیروهای خدادادی مغزی آنان را نیز از کار می‌اندازند. در اینجا کمی از دانش‌ها یاد می‌دهند که نیک است، لیکن 10 برابر آن سخنان بیهوده و زیانمند را در مغزهای ایشان می‌گنجانند. دبیرستان‌ها اگر سودش یکی باشد زیانش 10 است. این دبیرستان‌ها به یک بار فزونی است. زیرا یک پسر و یا دختر اگر سواد می‌خواهند آنچه در دبستان یاد گرفته‌اند بس است. اگر دانشمندی می‌خواهند باید به دانشکده‌ها بروند. این دبیرستان در میانه فزونی است و دوباره می‌گوییم که بسیار زیانمند است. در دانشکده‌ها بیش از همه به جوانان فلسفه و شعر و منطق و اصول و این گونه چیزها را یاد می‌دهند. با اینکه نامش دانشکده است، از دانش‌ها جز اندکی در بر نمی‌دارد. وزارت فرهنگ ایران بایای خود می‌شمارد که آنچه را که از زمانهای گذشته بازمانده، از گفته‌های فیلسوفان یونانی، رشته‌های صوفیان، تنیده‌های خراباتیان، ساخته‌های ملایان و دیگران زنده نگه دارد و نگذارد از میان برود. این چیزی است که بارها گفته و نوشتند. دانشکده‌ها و دانشسراها برای این است و آنچه از دانش‌های نوین اروپایی در آنها دیده می‌شود به عنوان نمونه یا برای جلوگیری از ایراد است. در دانشسرا که من گاهی به آنجا می‌رفتم 5 یا 6 رشته فلسفه یاد داده می‌شد. فلسفه اشراقی، فلسفه مشائی، فلسفه ملا صدرا، فلسفه نوین، فلسفه عرفان و صوفیگری
در دانشکده معقول و منقول گذشته از این فلسفه ها و گذشته از اصول و منطق و ادبیات و قصاید عنتره و اقوال معتزله و اشاعره و مانند اینها، یک درس نیز به نام تاریخ ادیان گذارده شده بود که یک استادی می آمد و همه پندارهای پوچ و بیپای مصریان باستان و کلدانیان و آسوریان و دیگران را در مغزهای جوانان جا میداد. روزی دیدم از شاگردان پرسش هایی کرده بود: اهریمن چیست و اقتدار او تا چه اندازه است؟ تکلیف ما در برابر اهریمن چیست؟ تو گویی افسانه اهریمن راست بوده است و اکنون نیز هست و در کارهای جهان دست می‌دارد که این استاد بیخرد جوانان را به شناختن آن و کارهایش و اندیشه به کار بردن وامی دارد. یک روز دیگری در دانشسرا به اتاقی رفتم، دیدم یک استادی که از دسته درباریان است و خان است و در اروپا نیز بوده و سفارت کرده، از تفسیر آیه قرآن فلما تجلی ربه للجبل به شاگردان سخن می‌راند و همچون یک پیر صوفی به یک رشته بافندگی‌های دور و درازی می‌پردازد. این هاست آنچه در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها و دانشسراها به بچگان و جوانان یاد داده می‌شود و چنان که می‌بینید از آنچه ما در معنی فرهنگ گفتیم بسیار دور است. گذشته از همه چیز ما می‌گوییم باید به جوانان آمیق‌های زندگانی را یاد داد و در این آموزاک‌های وزارت فرهنگ نه تنها از آمیق‌ها نشانی نیست و نتوانستی بود، یک رشته بد آموزی‌هایی که به آخشیج آن آمیق‌هاست هست. دستورهای زندگانی که در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها به بچگان و جوانان یاد می‌شود، همان هاست که بیش از همه از کتاب‌های سعدی و حافظ و خیام و مولوی و مانند ایشان برداشته شد. وزارت فرهنگ این شاعران را مفاخر ملی می‌شمارد و پولهای گزافی در راه چاپ کردن و فراوان گردانیدن کتاب‌های آنان بیرون می‌ریزد و گذشته از این گفته‌های آنان را در کتاب‌های درسی جا داده به نوآموزان یاد می‌دهد، بلکه خود گلستان و بوستان سعدی را از کتاب‌های درسی گردانیده است. آن حافظی که به جهان به این بزرگی و شگفتی ارج نگذارده با یک بی‌باکی می‌سراید: جهان و هر چه در او هست هیچ در هیچ است. 1000 بار من این نکته کردم تحقیق. آن حافظی که از کار و کوشش به نتیجه‌ای باور نمی داشته و آشکاره می گوید: بر عمل تکیه مکن خواجه که در روز ازل تو چه دانی قلم صنع به نامت چه نوشت. آن حافظی که گدایی و سر راه نشینی را می ستاید و بیشرمانه چنین می گوید: به خاری منگر ای منعم ضعیفان و فقیران را که صدر مسند عزت گدای رهنشین دارد. آن حافظی که پیاپی دم از سرنوشت و بخت و قضا و قدر می زند و در برابر پستی ها و ناپاکی های خود دست به دامن جبریگدی زده می سراید: آیین تقوا ما نیز داریم، لیکن چه چاره با بخت گمراه. آن سعدی که 100 بدآموزی را در هم آمیخته و آشکار داستان ناپاکی های خود را به رشته نوشتن کشیده. آن سعدی که کالایش گدایی و چاپلوسی و گزافه‌گویی و بیکاری و یاوه‌سرایی بوده است. آن سعدی که من از آوردن گفته های او در اینجا شرم می کنم. آن سعدی که در زمان مغول زیسته و آن گرفتاری ها و بدبختی های مردم ایران را با دیده و با این حال کمترین غمخواری از خود نشان نداده و کمترین یادی از آن دل اندوه های دلگداز در گفته هایش نیست که می باید سخن خودش را به خودش بازگردانید و گفت: تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند دادم. آن سعدی که سال 656 را که تاریخ کشتار بغداد و عراق است سال خوشی خود شمرده میگوید: در آن مدت که ما را وقت خوش بود ز هجرت 656 بود. آن سعدی که به مردم درس بیغیرتی داده میگوید: چون زهره شیران بدرد نعره کوس، زینهار مده جان گرامی به فسوس. با هر که خصومت نتوان کرد بساز، دستی که به دندان نتوان برد ببوس.
آن خیامی که با 100 پافشاری مردم را به مستی و باده‌خواری می‌خواند و می‌گوید می خوردن و مست بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین من است. آن خیام که کوشش و چاره‌جویی را بیهوده دانسته با 100 بیخردی می‌گوید پیوسته نشان بودنی‌ها بوده است، پیوسته قلم ز نیک و بد ناسوده است. تقدیر تو را هر آنچه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. آن خیامی که درس بیدردی و بیغیرتی داده پافشاری می‌کند که باید پروای گذشته نکرد و در اندیشه آینده نبود و جز به خوشی و مستی نکوشید. خوش باش ندانی ز کجا آمده ای، می خور که ندانی به کجا خواهی رفت. آن خیامی که جهان به این ارج و بزرگی را هیچ و پوچ پنداشته میگوید ای بی خبر این شکل مجسم هیچ است، این طارم نه سپهر ارقم هیچ است. آن مولوی که گرفتار پندار بیپای وحدت وجود گردیده و دست از کار و پیشه کشیده و در آن گمراهی و سرگردانی پیاپی بافندگی ها کرده است. از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. آن مولوی که از نادانی و نافهمی روشنایی و تاریکی و ستم و داد و گمراهی و رستگاری موسی و فرعون را یکی می شمارد. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. اینان و همچون اینان که خود گمراه بوده و به گمراه گردانیدن دیگران نیز کوشیدند، وزارت فرهنگ بدآموزی‌های زهرآلود و مغز فرسای آنان را سرچشمه آموزش‌های خود گردانیده است و نوخاستگانی را که به دست او می‌سپارند مغزهاشان را آکنده از این نادانی‌های پست بیخردانه می‌گرداند. در این زمینه جای یک پرسشی از وزارت فرهنگ هست. خیام و مولوی و حافظ و سعدی گذشته از این که هر یکیشان خود گمراه و گفته‌هاشان پر از بدآموزی هاست، هر کدام راه دیگری داشتند. خیام بنیادگذار خراباتیگری است. خراباتیان می‌گفتند این جهان هیچ و پوچ است و به خدا و به دستگاه آفرینش ایرادهای بسیار می‌گرفتند و کار و کوشش را بیهوده دانسته می‌گفتند ما را در این جهان اختیاری نیست. می‌گفتند باید در اندیشه گذشته نبود و پروای آینده نکرد و دمی را که درانیم با خوشی و مستی به سر برد و پافشاری بسیار در ستایش مستی و باده‌خواری می‌کردند. مولوی از سردستگان صوفیان است. صوفیان چنان که می‌دانیم این جهان را خار داشته و به کار و پیشه‌ای نمی‌پرداختند و در کنج‌های خانقاه‌ها نشسته روزهای خود را با بیکاری به سر می‌بردند و نان از دسترنج دیگران خورده از گدایی نیز باک نمی‌داشتند. حافظ اگرچه خود خراباتی است ولی در شعرهای خود از صوفیگری و بدآموزی‌های دیگر نیز سخن می‌راند. سعدی از مسلمانان شمرده میشد ولی در سخنان خود بدآموزی‌های گوناگونی را از صوفیگری و جبریگری و چاپلوسی و بیغیرتی و گزافه‌دهی و مانند اینها به هم آمیخته است. به هر حال از وزارت فرهنگ باید پرسید آیا شما می‌خواهید جوانان ایران را با صوفیگری و خراباتیگری بار آورید؟ آیا فرهنگ یا تربیت که شما برای نوخاستگان ایران به دیده گرفته اید این هاست؟ آیا صوفیگری یا خراباتیگری یک راه پسندیده‌ای بوده است؟ آیا از هیچ و پوچ شناختن جهان و بیهوده دانستن کوشش و تلاش و بی‌پروایی به گذشته و آینده و پافشاری در باده‌خواری که دستور خراباتی است و یا از خار داشتن این زندگانی و دوری گزیدن از کار و پیشه و دامن چیدن زناشویی و زندگانی خاندانی و روزی خوردن از دسترنج دیگران که آموزاک‌های صوفیانه است، نتیجه‌های ستوده‌ای توان برداشت؟ آیا با این دستورها و آموزاک‌ها زندگانی یک توده پیش تواند رفت؟ آیا در این زمان که توده‌ها سخت‌ترین نبرد را با یکدیگر می‌کنند و میدان‌های خونین سواستاپول و استالینگراد در میانه برپا می‌شود، کار یک توده با این دستورها و آموزاک‌ها به کجا تواند کشید؟
آیا در روزگاری که توده ها از جوانان خود چتربازان پدید می آورند به نوخاستگان ایران درس خراباتیگری یا صوفیگری دادن جز بدخواهی با توده معنایی تواند داشت؟ آنگاه چنان که گفتیم صوفیگری جز خراباتیگری است. این دو راه از هم جدا می بوده. خراباتیان به خدا باوری نمی داشتند و صوفیان می گفتند ما خدا را با دیده می بینیم. خراباتیان می گفتند باید به خوشی کوشید و صوفیان می گفتند باید از خوشیها دوری گزید. خراباتیان در باده‌خواری پافشاری می نمودند و صوفیان از باده سخت می پرهیزیدند. آری در بی‌پروایی به زندگانی و در تنبلی و سستی و بی‌غیرتی دو دسته یکی بودند. با این حال صوفیان جز خراباتیان و خراباتیان جز صوفیان بودند و باید از وزارت فرهنگ بپرسیم چگونه آن دو را به هم آمیخته، چگونه هر دو را به شاگردان یاد می‌دهد. می‌دانم پاسخ داده خواهند گفت ما نمی‌خواهیم جوانان را با صوفیگری بار آوریم. نمی‌خواهیم آنان همه گفته‌های خیام و مولوی و حافظ و سعدی را یاد گیرند. ما تنها سخنان سودمند آن شاعران را که پند و اندرزه است برگزیده به شاگردان درس می‌دهیم. بیگمان به چنین پاسخی خواهند برخاست، لیکن این پاسخ دروغ و از چند راه بیجاست. نخست ما می‌پرسیم آیا خیام و حافظ با آن اندیشه‌های زهرآلود خراباتیگری و مولوی با آن گمراهی‌های سراپازیان صوفیگری و سعدی با آن درهمگویی‌های زیانمند و با آن بیشرمی‌های باب پنجم گلستانش کسان نیک و بزرگ می بودند یا مردان پست و بی‌ارج؟ اگر میگویید کسان نیک و بزرگ می بودند، این خود نافهمی بزرگی از شماست. آری نافهمی بزرگی است که کسانی را با آن گمراهی‌ها و نادانی‌ها نیک و بزرگ شمارید. آیا این از نیکی و بزرگی کسی است که جهان را هیچ و پوچ شمارد و کوشش و کار را بیهوده داند و به مردم درس تنبلی و سستی و مستی دهد؟ آیا از نیکی و بزرگی کسی است که زندگانی را خار گیرد و بیکاری و تنبلی و گوشه‌گیری و مفتخواری را نیک شمارد؟ آیا از نیکی و بزرگی کسی است که هر چه شنیده راست و کج به رشته شعر کشد و برای تردامنی و بیناموسی بابی در کتابش باز کند؟ ما نمی‌دانیم شما بزرگی و نیکی را به چه معنی می‌گیرید که کسانی را با این همه گمراهی‌ها و بدی‌ها نیک و بزرگ می‌شمارید. اگر می‌گویید آنان مردان پست و بی‌ارج بودند، پس آن همه ستایش‌ها برای چیست؟ چرا گوش‌های جوانان را پر از نام‌های آنان می‌گردانید؟ چرا کتاب‌های آنان را پیاپی چاپ کرده در میان مردم می‌پراکنید؟ چرا آنان را مفاخر ملی می‌نامید؟ با این رفتارتان اگر مردم شما را بدخواهان این کشور شناسند، آیا بجا نبوده؟ آیا این کارهای شما جز بدخواهی و دشمنی با توده و کشور نام دیگری تواند داشت؟ اگر خواست شما صوفی یا خراباتی گردانیدن مردم نیست، یا بهتر گویم نمیخواهید گفته های زهرآلود صوفیان و خراباتیان در مغزهای جوانان جا داده خونهای آنها را از جوش بیندازید، پس برای چیست که این همه کتابهای آنان را چاپ کرده در میان مردم میپراکنید؟ برای چیست که وزارت فرهنگ سالانه پول گزافی در این راه بیرون میریزد؟ کوتاه سخن، از دو حال بیرون نیست. شما یا گمراهی و نادانی خیام و حافظ و مولوی و سعدی و دیگر مانندگان اینان را میدانید و از زیان بدآموزی‌های زهرآلودشان آگاهید، و یا نمیدانید و آگاه نمیباشید. اگر آن یکی است، بی پروا باید گفت به کندن ریشه توده خود میکوشید، و اگر این یکی است، باید پوشیده نداشت که بسیار نافهمید. و به هر دو حال این که میگویید ما تنها سخنان سودمند آن شاعران را که پند و اندرزه است برگزیده به شاگردان یاد میدهیم، دروغ و بی‌پاست. از هر چیزی میگذریم. به آن چه گوییم که وزارت فرهنگ گلستان سعدی را یکی از کتاب‌های درسی گردانیده؟ به آن چه گوییم که وزارت فرهنگی که باید به جوانان و نوخاستگان پاکدامنی آموزد،
و آنان را از هر لغزشی دور دارد، کتاب گلستان را تا باب 5 به دست آنان می‌دهد. دوم، در گفته‌های خیام و حافظ و مولوی چه سخن سودمندی توان یافت؟ کدام پند یا اندرز در میان آنها هست؟ آنچه حافظ و خیام است همه گفته‌هاشان در زمینه ستایش باده و پافشاری در جبریگری و خردگیری به آفریدگار و نکوهش به خرد و دانش و کشاکش و بدگویی با زاهدان و صوفیان و مانند اینهاست. حافظ چون خواستش بیش از همه غزل ساختن و قافیه بافتن می بوده، بیشتر شعرهایش به یک بار بی‌معنی است. آری، شما چیزهایی را نیک می شمارید ولی آنها نیز بد است و شما نمی فهمید. شعر پایین را از شاهکارهای حافظ می شمارد. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت. ولی آیا این سخن نیک است؟ در زندگانی توده‌ای که همه با هم می‌دارند و نیک و بد هر کس با دیگران به هم بسته است، یکی را سزد گفت من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش؟ همچنین شعر پایین از گفته‌های برگزیده حافظ شمرده می‌شود. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. لیکن شما نیک اندیشید که اگر کسی از هر علاقه‌ای خود را آزاد گرداند، زن نگیرد، فرزند ندارد، خانه نسازد، رخت نپوشد، در پی روزی نباشد، چه تواند بود و چه حالی تواند یافت؟ آیا جز یک دیوانه لخت و گلخن خواب و دریوزه گردی تواند بود؟ آنچه مولوی است همه گفته‌های او در زمینه وحدت وجود است و جز بافندگی‌های صوفیانه نمی باشد. آن داستان‌ها و افسانه‌ها که سروده همه از این باره می باشد و من نمی‌دانم کدام پند یا اندرزی در آنهاست. آری، در میان گفته‌های سعدی پندها و اندرزهایی هست، ولی بسیاری از آنها نیز نیک می‌نماید و خود بد است. مثلا شعر پایین: استاد معلم چو بود کم آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. یا شعر پایین: قرار در کف آزادگان نگیرد مال، چون صبر در دل عاشق چو آب در غربال. اینها را نیک می شمارند ولی بسیار بد است. آنگاه سعدی خواستش جز سخن بافی نمی بوده و این است کمتر سخنی را در اینجا گفته که در جای دیگر آخشیجش را نگفته باشد. سوم، این شیوه که از گفته‌های خیام و سعدی و حافظ و مولوی و مانندگانشان پند و اندرزهایی برگزیده شود خود غلط است که نه تنها سودی نتواند داد، زیان نیز در بر تواند داشت. زیرا پند و اندرز از کسی سزنده است که پاک باشد و خود به گفته‌هایش کار بندد. اگر شما مطربی برای رقاصی بیاورید و او نیز در میان جست و خیزهایش سخنان پندآمیز سراید، گدایی که به دم در میآید او هم زبان به اندرز میگشاید. و تا کنین کی شده که کسی از مطرب یا از گدا پند آموزد و اندرز یاد گیرد؟ پند آموزی مطرب و گدا بیش از این نتیجه نتواند داد که از ارج و بهای پند و اندرز کاهد. پند و اندرز گفتن سعدی و حافظ و دیگر شاعران نیز همان حال را داشته است. فرهنگ چیست؟ نویسنده احمد کسروی. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. از هر چیزی می‌گذریم. به آن چه گوییم که وزارت فرهنگ گلستان سعدی را یکی از کتاب‌های درسی گردانیده است؟ به آن چه گوییم که وزارت فرهنگی که باید به جوانان و نوخاستگان پاک دامنی آموزد و آنان را از هر لغزشی دور دارد، کتاب گلستان را تا باب 5 به دست آنان می‌دهد؟ دوم، در گفته‌های خیام و حافظ و مولوی چه سخن سودمندی توان یافت؟ کدام پند یا اندرز در میان آنها هست؟ آنچه حافظ و خیام است همه گفته‌هاشان در زمینه ستایش باده
و پافشاری در جبریگری و خردگیری به آفریدگار و نکوهش به خرد و دانش و کشاکش و بدگویی با زاهدان و صوفیان و مانند اینهاست. حافظ چون خواستش بیش از همه غزل ساختن و قافیه بافتن می بوده، بیشتر شعرهایش به یک بار بی‌معنی است. آری، شما چیزهایی را نیک می شمارید، ولی آنها نیز بد است و شما نمی فهمید. شعر پایین را از شاهکارهای حافظ می شمارند. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت. ولی آیا این سخن نیک است؟ در زندگانی توده‌ای که همه با هم می دارند و نیک و بد هر کس با دیگران به هم بسته است، یکی را سزد گفت من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش؟ همچنین شعر پایین از گفته های برگزیده حافظ شمرده می شود. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. لیکن شما نیک اندیشید که اگر کسی از هر علاقه‌ای خود را آزاد گرداند، زن نگیرد، فرزند ندارد، خانه نسازد، رخت نپوشد، در پی روزی نباشد، چه تواند بود و چه حالی تواند یافت؟ آیا جز یک دیوانه لخت و گلخن خواب و دریوزه گردی تواند بود؟ آنچه مولوی است همه گفته های او در زمینه وحدت وجود است و جز بافندگی های صوفیانه نمی باشد. آن داستان ها و افسانه ها که سروده همه از این باره می باشد و من نمی دانم کدام پند یا اندرزی در آنهاست. آری، در میان گفته های سعدی پندها و اندرزهایی هست، ولی بسیاری از آنها نیز نیک می نماید و خود بد است. مثلا شعر پایین: استاد معلم چو بود کم آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. یا شعر پایین: قرار در کف آزادگان نگیرد مال، چون صبر در دل عاشق چو آب در غربال. اینها را نیک می شمارند، ولی بسیار بد است. آنگاه سعدی خواستش را سخن بافی نمی بوده و این از کمتر سخنی را در اینجا گفته که در جای دیگر آخشیشش را نگفته باشد. سوم، این شیوه که از گفته های خیام و سعدی و حافظ و مولوی و مانندگانشان پند و اندرزهایی برگزیده شود خود غلط است که نه تنها سودی نتواند داد، زیان نیز در بر تواند داشت. زیرا پند و اندرز از کسی سزنده است که پاک باشد و خود به گفته هایش کار بندد. وگرنه اگر شما مطربی برای رقاصی بیاورید و او نیز در میان جست و خیزهایش سخنان پندآمیز سراید، گدایی که به دم در میآید او هم زبان به اندرز میگشاید. و تا کنون کی شده که کسی از مطرب یا از گدا پند آموزد و اندرز یاد گیرد؟ پندآموزی مطرب و گدا بیش از این نتیجه نتواند داد که از ارج و بهای پند و اندرز کاهد. پند و اندرز گفتن سعدی و حافظ و دیگر شاعران نیز همان حال را داشته است. گفتار دوم: فرهنگ در معنی والاترش. چنان که گفتیم، فرهنگ یا یاد دادن عمیق‌ها و دانش‌ها به جوانان بهر این است که در زندگانی بینا باشند. لیکن در این میان یک نتیجه بسیار گرانمایه‌تری نیز خواسته می شود. وان این که روانها نیرومند گردد و به هوس‌ها و خوی‌های پست جانی چیره باشد. این یک خواست بزرگتر دیگری است و فرهنگ در معنی والاترش بهر این نتیجه می باشد. برای آنکه این سخن نیک روشن گردد، باید به یاد آورد گوهر آدمی و سخنانی را که ما درباره آن نوشته ایم. ما بارها گفته ایم آدمی دارای دو گوهر است: گوهر تن و جان با هوس‌های گوناگون و با خوی‌های پست خودخواهی و خودنمایی و آز و خشم و کینه و برتری فروشی و گردنکشی و جداسری و ستم و چاپلوسی و مانند اینها، و گوهر روان با خرد و فهم و اندیشه و فرجاد و آزرم و شرم و با سهش‌های گرانمایه نیکخواهی و غمخواری و داددوستی و آبادیخواهی و عمیق پژوهی و مانند اینها. همچنین بارها گفته ایم این دو گوهر با آنکه توأم است به آخشیج یکدیگر می باشند و همیشه با هم در کشاکشند که همچون دو کفه ترازو، اگر یکی بالا رفت آن دیگری پایین خواهد افتاد. همچنین بارها گفته ایم
آدمی اگر به سر خود ماند بیشتر آن است که گوهر جانی چیره در آمده و روان و خرد و دیگر سهش‌های ستوده آدمی را ناتوان خواهد گردانید. این خود جستار بزرگی است که روان و خرد آدمی چگونه و از چه راه نیرومند تواند گردید. جستاری است که باید به آن ارج بسیار گذاشت. ما در این جستار نیز به سخن پرداخته پاسخ این پرسش را داده ایم. مایه نیرومندی روان و خرد بیش از هر چیزی شناختن معنی جهان و زندگانی و پی بردن به عمیق‌هاست. کسی که معنی جهان و زندگی را نیک بداند و عمیق‌ها را دریابد، هر آینه روان و خردش توانا خواهد گردید. چنان که نیک خوی‌ها نیز از این راه است که کسی ستوده خو تواند گردید. زیرا چنان که در بالا نوشته ایم خوی‌های بد از آن گوهر جانی می باشد و چون روان نیرو گیرد ناچاری است که آن خوی‌ها ناتوان گردد و در زیر فرمان خرد باشد. این است هر کسی باید عمیق‌های زندگی را یاد گیرد و جهان را چنان که هست بشناسد و از گوهر آدمیگری و از بایای آن آگاهی یابد. فرهنگ در معنی والاترش این است. از اینجاست میگوییم یک نتیجه بزرگی که از فرهنگ باید به دست آید نیرومندی روانها و خردها می باشد. لیکن جای افسوس است که فرهنگ کنونی ایران نه تنها چنین نتیجه‌ای نمی‌دهد و مایه نیرومندی روانها و خردها نمی‌گردد، نتیجه وارونه داده روانها و خردها را هرچه ناتوانتر بلکه پاک بیکاره می‌گرداند و خوی‌های ناستوده جانی هرچه چیره‌تر می‌شوند. زیرا چنان که گفتیم در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها به جای عمیق‌های زندگانی بد آموزی‌های سعدی و حافظ و خیام و دیگر شاعران و نویسندگان را می‌آموزند. این بد آموزی‌ها هر یکی در تنهایی زیان‌هایی را در بر می‌دارد و مایه گمراهی جوانان و نخاستگان می‌گردد و چون چند رشته از آنها با هم آمیخته می‌شود، همین در آمیختگی یک زیان بزرگ دیگری را در بر می‌دارد و مایه بیکارگی خردها و فهم‌ها می‌باشد. برای بیکارگی فهم‌ها و خردها هیچ چیزی کارگرتر از آموزاک‌های در هم نتواند بود. این است جوانانی که از دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها بیرون می‌آیند، می‌بینیم بیشترشان نه همگیشان از یک سو دریافت‌های ساده خداداده را از دست هشته‌اند. مثلا عمیق پژوهی یا راستی پرستی یکی از گوهری ترین چیزهای آدمی است. هر آدمی با دریافت‌های ساده خود همیشه در جستجوی عمیق هاست و چون به یک عمیقی برخورد تشنه‌وار آن را پذیرد و فرا گیرد و به کار بندد و در راه پیشرفتش به کوشش پردازد. ولی آنان نه تنها در جستجوی عمیق ها نمی باشند و آن آموزاک‌های بی‌پا که فرا گرفتند در پشت سر آنها به چیز دیگری باور نمی‌دارند، چون یک عمیقی را می‌شنوند نمی‌پذیرند و چون در برابر دلیل در می‌مانند، آنگاه نیز از راه دشمنی در می‌آیند. از یک سو نیز فهمشان بیکار گردیده که آنچه از عنوان‌های زندگی را شنیدند معنای روشنی از آن نمی‌فهمند و میباید گفت در یک جهان نیمه تاریکی زندگی به سر میبرند. مثلا تمدن، ادبیات، اخلاق، انقلاب از عنوان‌هایی است که به سر زبان می‌دارند و با این حال اگر شما بپرسید خواهید دید از هیچ یکی از آنها معنی روشنی در دل نمی‌دارند. این چیزی است که ما آزموده ایم و چون من می‌خواهم زیان این فرهنگ را با دلیل‌های روشن در پیش چشم‌ها نمودار گردارم، ناچارم اینجا برخی از آزمایش‌های خود را با داستان‌های آنها یاد کنم. آن سال که تازه به کوشش برخاستیم و از اروپایی‌گری نکوهش می‌نوشتیم، دسته بزرگی از این درس خوانندگان و درس گویندگان به هیاهو برخاسته چنین می‌گفتند: با تمدن ضدیت می‌کنند. از همین گفته ایشان پیدا می‌بود که معنی تمدن را نمی‌دانند و ما برای آزمایش به پرسش برخاستیم: تمدن چیست؟ و دیدیم که در پاسخ در ماندند و سخنی نتوانستند.
سپس نوبت به ادبیات رسید. چون از یاوه‌گویی‌های شاعران بد می‌نوشتیم، هایهوی می‌نمودند که می‌خواهد ادبیات را بردارد. و چون پرسیدیم ادبیات چیست، در اینجا نیز درماندند و به خاموشی گراییدند. بارها رخ داده که یکی گفتاری نوشته و آورده ما به چاپ رسانیم. پرسیدم در چه زمینه است؟ گفته در زمینه اخلاق. گفتم بهتر است نخست اخلاق را معنی کنی تا بدانیم چیست. گفته مگر معنی آن دانسته نیست؟ گفتم اگر دانسته است شما هم بگویید. پس پاسخ درمانده و سر پایین انداخت. چون این داستان نمونه نیکی از هیچ ندانی این پروردگان وزارت فرهنگ است می نویسم. 2 سال پیش ما چون روزنامه پرچم را آغاز کردیم و در گفتارها از اندیشه ها و باورهای پراکنده ایرانیان که سرچشمه بدبختی هاست سخن رانده زیانهای آنها را باز می نمودیم، کسانی از جوانان به نزد من آمده چنین می گفتند: شما کند می روید، ما از دیگران عقب مانده ایم، باید تند برویم. از این گفتهشان در شگفت شده می پرسیدم چگونه تند رویم؟ چه کار کنیم که تند رفتن باشد؟ می دیدم درماندند و پاسخی نتوانستند. سخن را روشن‌تر گردانیده می گفتم ما راستی را به سفر نمی رویم و راه نمی پاییم که بشتابیم و یا بدویم و تندروی شمرده شود. کوشش ما در این باره است که به گرفتاری‌های توده چاره کنیم. آیا تندروی در این زمینه چیست؟ دوباره میگویم چه کار کنیم که تندروی شمرده شود؟ میدیدم درماندند و پاسخی نمیتوانند. راستی هم اینان هیچ نمیدانند درد این توده چیست و چاره آن چه باید بود. و اگر بخواهیم در کوشش‌های خود به درد توده زودتر به نتیجه رسیم چه باید کنیم؟ کمترین دانشی در این باره‌ها نمی‌دارند. تنها 2 کلمه تند و کند را می‌دانند و به کار می‌برند و چون پرسش می‌کنیم در می‌مانند. گاهی هم کسانی پاسخ داده می‌گفتند باید گفتارهای آتشین نوشت، باید عیب‌های دولت را گفت، که می‌دانستیم تندروی در اندیشه ایشان سخنان تند نوشتن و به دولت و به کارهای آن تاخت بردن است. چنان که خود آنان همین رفتار را می‌کنند و هر کدام که روزنامه‌ای می‌دارند یگانه بایایی که برای خود می‌شناسند این است که به دولت ایراد گیرند و هایهو کنند و سخنان تند نویسند و گله و ناله راه اندازند. این چیزی است که همه می‌دانند. بارها دیدم کسانی از آنان می‌آیند و می‌نشینند و چنین می‌گویند: باید مردم را نرنجانید. باید کاری کرد که آنها را به سر خود گرد آورده و قوه را به دست گرفت و پس از آن هر کاری می شود کرد. گفتم پس شما معنی نیرو یا قوه را نمی دانید. نیرو آن نیست که یک دسته مردم با اندیشه های پراکنده به سر کسی یا در یک جا گرد آیند. یک دسته مردم با اندیشه های پراکنده اگر 100 میلیون باشند دارای نیروی نخواهند بود. نیرو جز در نتیجه هم اندیشه و هم دست بودن پدید نیاید. این میز اینک در جلوی من، ما اگر بخواهیم این را از جایش بلند کنیم به یک نیروی 4 تنی نیازمند است. و این نیرو هنگامی پدید می آید که 4 تن هر 4شان بخواهند آن را بلند کنند و هر 4شان در یک بار به میز بچسبند و در یک بار آن را بلند گردانند. از این رو هست که نیرو پدید تواند آمد. بهترین دلیل به این که از گرد آمدن مردم پراکنده اندیشه نیرو پدید نیاید حال مردم ایران است. این مردم 20 میلیون در این کشور گرد همند و در زیر نام ایرانیگری به هم بستگی می دارند و با این حال نیروی در میان نیست، چرا که اندیشه ها و خواستاشان پراکنده است. شما دیدید که رضا شاه همگی مردم را به سر خود بلکه در زیر دست خود می داشت و همه چیز کشور در اختیار او می بود. با این حال آیا رضا شاه نیرو می داشت؟ اگر نیرو می داشت پس آن رسوایی های افسوس انگیز شهریور 1320 چرا پیش آمد؟ این جوانان چندان گیجند که گناه آن رسوایی ها را به گردن رضا شاه می اندازند، ولی نمی دانند گناه از ناتوانی کشور بوده است
شما در زمان رضاشاه آن مانورها را می‌دیدید و آن دسته های سپاه را که پایکوبان و خودنمایان می‌گذشتند تماشا می‌کردید و چنین می‌دانستید ایران دارای نیرو گردیده. ولی بهتر بودی اگر به دلهای آن سپاهیان نیز می‌نگریستید. بهتر بودی اگر از باورها و اندیشه‌های سرکردگان و دیگران آگاه می‌بودید. از 100,000 سپاه آراسته ایران 10 تن سرکرده دارای یک اندیشه و یک خواست نمی‌بودند. این یکی شیعی است و باورش این است که تا علما فتوا ندهند جنگ نباید کرد و اگر کسی در جنگ‌های دولتی کشته شود مرتد از جهان رفته. آن دیگری صوفی است که کشتن و کشته شدن را در هر راهی که باشد بد می‌شمارد. آن دیگری بهایی است که ویرانی ایران را یکی از آرزوهای خود می‌شمارد. آن دیگری مادی است که غیرت و مردانگی و میهن پرستی و مانند اینها را بی‌معنی می‌شناسد و زندگی را جز پول گرد آوردن و خوش زیستن نمی‌خواهد. آن دیگری که از همه چیز نومید است و ایران را نابود شدنی می‌شناسد و به هیچ کوششی نیاز نمی‌بیند. از 10 تن یکی نیست که از درون دل کشور و توده را بخواهد و برای جانبازی در این راه آماده باشد. این حال سرکردگان سپاه است. اکنون به توده بیاییم. شما نیک اندیشید که در این توده ارمنی، آسوری، جهود، کرد، بختیاری، قشقایی، لر، عرب که هر یکی گروهی از این توده اند در چه حالی می باشند و اندوه و دلبستگیشان به کشور و استقلال کشور تا چه اندازه است. نیک اندیشید که بهاییان و صوفیان و علی اللهیان و اسماعیلیان که در همه جای کشور پراکنده اند با چه دیده‌ای به این کشور می نگرند. پس از همه ملایان و پیروان کیش شیعی را که دسته انبوه مردمند به یاد آورید که درباره کشورداری چه باوری می دارند. به یاد آورید که آشکاره با دولت و قانون اساسی و مشروطه دشمنی کرده به استقلال کمترین ارجی نمی گذارند. با آن حال سرکردگان سپاه و با این حال توده مردم آیا رضا شاه جنگی توانستی کرد؟ نمیگویم با دولت‌های بزرگ انگلیس و روس، نه توانستی. این چیزی است که در خور گفتگو نیست. میگویم با یک دولت کوچکی نیز جنگ نتوانستی. زیرا نه سرکردگان آن می بودند که جانفشانی کنند و کاری پیش برند و نه مردم آن می بودند که به سختی‌های جنگ تاب آورند. به گفتن من چه نیاز است؟ آن سرکردگان بودند که آزمایش خود را دادند و جز چند تن انگشت شمار که مردانگی نمودند و بیشترشان کشته شدند و از میان رفتند، دیگران همگی پستی و بیغیرتی نشان دادند. بلکه برخی از آنان سیاهکاری نیز کرده تفنگ‌ها و شستیرها را در بیابان در دسترس دزدان و راهزنان گذاردند. این هم مردم بودند که همان که اندک ناتوانی در سوی دولت فهمیده شد، هر گروهی به آشوبکاری دیگری پرداختند. آن کردان بودند که به تاراج پرداختند و به سر سپاه ایران رفته گزند و رسوایی دریغ نداشتند. آن لرها و عربها بودند که به راهزنی پرداختند. آن روستاییان بودند که به سر راهها ریختند و راه آهن را تاراج کردند. آن ارمنیان و آسوریان بودند که آشکارا با ایرانیان دشمنی نشان دادند. آن بوالهوسان تبریز بودند در چنان هنگامی به نغمه ترک و فارس پرداختند. آن ملایان بودند که فرصت یافته در همه جا به امر به معروف و نهی از منکر برخاستند. آن روزنامه نویسان بودند که همه چیز را فراموش گردانیده به یک بار لگام گسیختگی آغاز کردند. این یک مسئله است و می‌خواهم شما بدانید که چگونه این توده 20 میلیونی دارای نیرویی نیست و از گرد آمدن این مردم پراکنده به سر کسی آن کس نیرومند نتواند بود. می‌خواهم بدانید که شما معنی نیرو را نمی‌دانید و نادانسته و نافهمیده سخنانی می‌گویید. اما آنکه می‌گویید باید مردم را نرنجانید، آن نیز نافهمی دیگری از شماست. یک مردمی سراپا گمراهی و سراپا پراکندگی، اگر ما می‌خواهیم به دردشان چاره کنیم و به راهشان آوریم، باید باکی از رنجیدگی ایشان نداریم. این مردم به دو دسته‌اند. یک دسته آنان که خردها و فهمهاشان بیکاره نگردیده و عمیقها را توانند دریافت، آنان از ما نخواهند رنجید بلکه گراییده همدستی خواهند کرد.
یک دسته آنان که خردها و فهمهاشان بیکاره گردیده و یا چندان پست نهاد و هوسمندند که به عمیقها فهمیده و دانسته گردن نمیگذارند، آنان دشمنان این کشورند و ما باید با ایشان از هر راهی نبرد کنیم و از میانشان برداریم و از رنجیدگیشان باکی ننماییم. این آیین همیشگی است. هر زمان که در کشوری تکانی پیدا شده راه جز این نبوده است. اینکه مردم را نباید رنجانید یک آرزوی نافهمانه ای از شماست. از زمینه خود دور افتادیم. گفتگو از جوانان است که هیچ عنوانی را از عنوانهای زندگانی به معنی راست و درستش نمیفهمند و از هر یکی از آنها جز یک معنی تاریک و کوتاهی در دل نمی‌دارند. یکی از یاران ما، آقای محمد علی امام، میگوید در بوشهر که میبودیم و روزهای پنجشنبه نشستهای پرورش افکار برپا میگردید و دبیران و جوانان دبیرستانی هر هفته یک سخن میراند، روزی یکی از آنان که از سعدی و شعرهایش گفتگو می‌داشت از جمله چنین میگفت: سعدی بسیار میهن پرست بوده و این است شعرها در ستایش شیراز سروده. هفته آینده جوانی دیگر که از حافظ و شعرهایش سخن میراند، او نیز حافظ را به میهن پرستی ستود و شعرهای او را درباره جعفرآباد و مصلا دلیل آورد. میخواهم شما از این داستان نخست چگونگی پرورش افکار را بدانید. دستگاهی که با آن هایهوی راه افتاده و در همه شهرها بایستی هفته یک بار با بودن سران اداره ها نشست برپا شود، 90% گفتگوها از سعدی و حافظ و خیام و مولوی و شیخ عطار و جامی و انوری و مانند اینها می بود. دوم، شما ببینید که این جوانان از میهن پرستی چه معنایی می فهمند. میهن را تنها خاک و زمین شناخته و آن را تا به یک شهر کوچک می گرداند. روشن‌تر گویم، میهن را جز به معنی زادگاه نمی شمارند. پرستش را نیز دلبستگی نمودن با زبان پنداشته به شعر سرودن ارجی می گذارند و در میهن پرستی به آن بس می کنند. این است نمونه ای از آگاهی این پروردگان فرهنگ. میهن پرستی که یک عنوان بسیار ارجداری در زندگانی امروزی است، اینان از معنی آن به یک بار ناآگاهند و چون نامش را شنیدند از پیش خود یک معنای بسیار پستی به آن دادند. بارها دیدم کسانی از ایشان می آیند و می نشینند و من می بینم چون معنی میهن پرستی را نمی دانند، زبان به ایراد باز کرده می گویند میهن پرستی از تعصب است، وگرنه چه فرق دارد آدم در ایران زندگی کند یا در عراق. بارها ناچار شدم جلوی سخنشان را گرفته میهن پرستی را برایشان معنا کنم. گفتم میهن پرستی به این معنای پستی که شما میفهمید نیست. میهن پرستی آن است که 20 میلیون مردمی که در یک کشور میزیند نخست در میان ایشان پیمانی باشد که همدستی نمایند و در پیشامدها پشتیبان یکدیگر باشند. اگر به کرمانی یا خوزستانی آسیبی رسید، آذربایجانی و گیلانی و همگی دیگران همدردی نمایند. اگر در خراسان گرفتاری پیش آمد، مازندرانی و گیلانی و همگی دیگران به یاری شتابند. همگی این کشور را خانه خود شناخته دست به هم داده به آبادی آن کوشند و در راه نگهداریش از جانفشانی باز نایستند. بنیاد میهن پرستی آن برجابند پیمان با هم زیستن است که مردم هر کشوری باید با هم دارند و این یک چیز بسیار ارجداری است که آبادی کشور و آسایش میلیون‌ها خاندان‌ها جز در سایه آن نتواند بود. این داستان‌ها را می‌نویسم تا اندازه بیمایگی این جوانان به دست آید. برای روشن گردانیدن سخن خود راهی بهتر از نوشتن این داستان‌ها نمی‌بینم. یک گواه نیک دیگری به این گفته‌های ما روزنامه نویسی ایشان است. یکی از چیزهایی که بسیار هوس می‌کنند روزنامه نوشتن است. ولی آیا معنی روزنامه را می‌دانند؟ معنی چه چیز را می‌دانند که معنی روزنامه را دانند؟ ما ناچاری معنی روزنامه را اینجا روشن گردانیم تا اندازه دوری آنان از آن معنی شناخته گردد.
باید دانست روزنامه همچون خود نامه است. نامه ها که ما به یکدیگر می نویسیم خود یک خواستی در زندگانی نیست، بلکه افزاری برای خواستهای دیگری می باشد. نامه برای فهمیدن سخنانی است که نامه نویس در دل می دارد و می خواهد به یک کسی که دور از اوست بفهماند. من سخنانی می دارم و می خواهم به فلان آشنای خود در قزوین یا در رشت برسانم. این کار یک بار با تلفن یا تلگراف تواند بود، یک بار نیز با نامه نویسی. به هر حال نامه نویسی بهر رسانیدن سخنانی است و این است تا سخنانی نباشد نامه نباید نوشت. ولی اگر کسی خود نامه را خواستی بشناسد و بی آنکه سخنانی برای رسانیدن در میان باشد خامه‌ای به دست گیرد و روی کاغذ را سیاه گرداند، یک جا پیکره دیو کشد، یک جا تصنیفی نویسد، یک جا افسانه ببافد و برای یکی از خویشان و یا آشنایانش بفرستد و این کار را پیاپی کند، آیا او را دیوانه نتوان شناخت؟ روزنامه نیز همین حال را دارد. خود آن خواستی نیست. روزنامه برای آن است که کسی یا گروهی یک راهی یا یک رشته اندیشه هایی را برگزیدند و برای آنکه راه و یا اندیشه های خود را به دیگران بفهمانند و آن را میان مردم بپراکنند، روزنامه‌ای یا ماهنامه‌ای برپا می‌کنند که در شماره های آن سخن از راه خود رانده کم کم آنها را در مغزهای خوانندگان جا دهند. روزنامه برای چنین خواستی باشد و پیداست که یک روزنامه نویس باید از راه خود بیرون نرود و سخنی را که می نویسد تا به نتیجه نرسانیده دنبالش کند. ولی این پروردگان فرهنگ از این معنی ناآگاهند. اگر چنین سخنی را هم شنیدند فرا نگرفته و باور نداشتند. این است از نافهمی خود روزنامه یا ماهنامه را خواستی می شمارند. از یکی که می خواهد روزنامه بنیاد گذارد اگر شما بپرسید روزنامه را برای چه خواهی نوشت، از این پرسش بعدش آمده خواهد گفت روزنامه را برای چه نویسند. در هر کشوری روزنامه ها باشد و من هم می خواهم یکی را بنیاد گذارم. در نتیجه همین نافهمی است که روزنامه ها که می نویسند تنها خواستشان پر کردن ستون هاست از هرچه بود بوده، از رمان، شعر، دشنام، ریشخند، کاریکاتور و مانند اینها. بارها می بینید در این ستون سخن از دین رانده و در ستون دیگری از فلسفه مادی نوشته. در اینجا پند درست کاری داده، در جای دیگری از زیرک بودن و پول درآوردن و پروای کسی و هیچی نکردن سخن رانده. امروز در این شماره گفتگو از دلبستگی به کشور و دولت کرده و فردا ستایشی گزافه آمیز از فلان حجت الاسلام. حجت الاسلامی که دولت را جائر و مالیات پرداختن و سرباز دادن به آن را حرام می شمارد نوشته است. بدتر از همه آن که روزنامه ای را که بدین سان می نویسند آن را یک کار نیک و سودمندی می پندارند و اینجا و آنجا نشسته گردن می افرازند و با یک بیخردی بیمانندی به زبان می آورند مطبوعات راهنمای افکار جامعه است که باید گفت ای بیچارگان، ای بیچارگان. روزی یکی از آنان چنین لافی می سرود. من ایراد گرفته معنی روزنامه را بدان سان که در اینجا باز نمودیم برایش روشن گردانیدم. با یک ستبر رویی چنین گفت اینها را ما نیز می دانیم، ولی روزنامه باید موافق احساسات مردم باشد تا بخرند و صرف کنند. گفتم شما نه تنها معنی روزنامه را نمیدانید، معنی دانستن را هم نمیدانید. شما هر چیزی که بیش یا کم به گوشتان خورده آن را دانستن میشمارید. این از هر کس هر چه بگوید خواهید گفت ما نیز میدانیم. ولی دانستن آن است که کسی سخنی را که میشنود نیک فرا گیرد و راست و کج آن را بفهمد و اگر راست شناخت به دل سپارد و باور کند و آن را به کار بندد. شما اگر معنی روزنامه را بدان سان که من باز نمودم میدانید، پس چگونه به کار نمیبندید؟ داستان شما داستان آن کرد است که میگفت زانم حمام است، میپرسم خانه کیست؟ اینکه میگویید روزنامه باید موافق احساسات مردم باشد تا بخرند، بهترین دلیل است که معنی آن را نمیدانید و دروغ میگویید که میدانید.
کسی که روزنامه را به معنی راستش میشناسد و در معنی راستش مینویسد در بند فروش و سود آن نباید بود و برای فزونی فروش از سخن خود نباید درگذرد. از زمینه خود دور نیفتیم. از این گونه گواهی ها بسیار فراوان است و جای هیچ شگفتی نمی باشد، زیرا اینها که می شماریم و مانند اینها چیزهایی است که باید آمیخته هایی را در زمینه آنها به جوانان در دبیرستان ها یا دانشکده ها یاد دهند و چون یاد داده نمی شود ناچاری است که از معنی راست آنها آگاه نبوده، پس پیش خود به هر کدام معنی پست و بی‌ارجی بدهند و هر یکی را با حواسهای خود سازگار گردانند. برای آنکه نمونه‌ای از درس‌هایی که این جوانان در آموزشگاه‌ها فرا می‌گیرند در دست باشد، در پایان گفتار داستان دیگری را می‌آوریم. جوانی که دانشکده معقول و منقول را به پایان رسانیده و رساله ختم تحصیل نوشته، نسخه‌ای از رساله‌اش در دست من است. در این رساله گفتگو می‌کند از تأثیر فتنه مغول در ادبیات ایران. چیرگی مغولان که از دلگدازترین داستان هاست و در آن پیش آمد میلیون‌ها ایرانیان کشته شدند و میلیون‌ها دختران به بردگی افتادند، هزارها آبادی ویران گردید و خوی‌ها و اندیشه‌ها که پست می‌بود هرچه پست‌تر شد. هر کسی که آن داستان‌ها را در تاریخ بخواند باید پیش از همه در جستجوی شوندهای آن باشد. باید جستجو کند که چه بوده که ایرانیان آن زبونی و درماندگی را در برابر دشمن خونخوار نشان دادند. چه بوده که 30,000 تن از یک سر کشور پهناور و بزرگی کشتار کنان در آمده و از این سرش بیرون رفتند. باید هر کسی بیش از همه این را بجوید. چنین داستان سراپا دلگدازی جوان دانشکده دیده تنها جستجوی این کرده که ادبیات، یا بهتر گویم یاوه‌گویی شاعران که آنان نامش را ادبیات گذاردند، در برخورد به آن داستان چه حالی پیدا کرده و از جستجوهای خود این نتیجه را گرفته که چون خانان مغول به شنیدن مدایح و تربیت شعر و شاعر مدیحه گو عادت نداشتند، این است جز یکی دو نفر مانند سلمان ساوجی و اسیرالدین عمانی که آنها نیز هرگز با قصیده سرایان عصرهای پیش نمی توانستند برابری نمایند، دیگر شاعر نامی قصیده‌گو در این عصر به وجود نیامده، به خلاف غزل که در این دوره نهایت قوس صعود خود را پیموده و به اوج ترقی رسیده است. جوان درمانده به سخنان دراز می‌پردازد در آن زمینه که در این زمان غزل‌های عرفانی سروده گردیده و با صد بیخردی چنین می‌نویسد: در این عصر امثال حافظ و مولوی و جامی ظهور کرده و مضامین لطیف عرفانی را در بهترین لباس نظم به عاشقان علم و معرفت نشان داده و ایرانیان را به صفای قریحه به عالم ادب معرفی کردند و میتوان گفت یگان علت اصلی برای رواج این عقیده همانا حمله و استیلای مغول و وارد شدن صدمات و بلایا به مردم بوده که دوستان خدا عنان اختیار از دست نداده و صبر و شکیبایی را شعار خود ساخته و دنیا را به دیده تحقیر نظر کرده و بیوفایی آن را مد نظر قرار داده و احساسات پاک خود را نظماً اظهار داشتند. در همین رساله یک رشته جستجوهایی است در این زمینه که آیا در زمان مغول برخی تشبیهات جدیده پیدا شده و شنیدنی تر آن است که روزی که بایستی این رساله از دیده استادان بگذرد، من برای کاری به دانشسرا رفته بودم و دیدم گفتگو در میان است. و یکی از استادان که پیرمرد است با یک خشمی چنین میگوید: باید خودش بیاید و توضیحات دهد. در اینجا می نویسد تشبیه زلف به مار در زمان مغول پیدا شده. پس به این شعر عبدالواسع جبلی چه میگوید؟ این است نمونه ای از دانش‌های استادان و آنچه به جوانان یاد می‌دهند. فرهنگ چیست؟ نویسنده احمد کسروی. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com
گفتار سوم: از کار وارونه جز نتیجه وارونه برنخیزد. نتیجه گفته‌های ما در گفتار گذشته آن است که فرهنگ که بایستی روانهای جوانان را نیرومند گردانیده، فهمها و خردهای ایشان را به کار اندازد، وارونه آن را نتیجه داده، روانهای جوانان را هرچه ناتوانتر گردانیده، خردها و فهمهای آنان را بیکاره می‌گرداند. اکنون می‌خواهیم بگوییم که نتیجه این کار وزارت فرهنگ آن می‌شود که جوانانی که از دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها بیرون می‌آیند و در میان توده زندگی می‌کنند، بیشتر ایشان نه همگیشان راهنماشان در زندگی جز هوس و خودخواهی نیست و این خود زیان بس بزرگی است که بایستی برای گفتگو از آن کتاب بزرگی نوشته شود. ولی من ناچار خواهم بود در اینجا به کوتاهی سخن رانم. وزارت فرهنگ چون یک سره به وارونه بایای خود رفتار می کند، ناچاری است که از کارش نتیجه وارونه پدید آید. ناچاری است که به جای سود زیان در دست باشد. من اینک زمینه را روشن خواهم گردانید. 38 سال پیش در ایران جنبش مشروطه خواهی پدید آمد و پس از کشاکش‌ها و خونریزی‌ها مشروطه در این کشور پذیرفته گردید. این پیش آمد برای ایران بسیار ارجمند می بود. زیرا مشروطه بهترین گونه از گونه‌های سررشته‌داری است. چیزی که هست مشروطه پذیرفتن یک کشور تنها با آن نیست که یک قانون اساسی نوشته شود و یک پارلمانی باز شود. برای پایدار گردیدن مشروطه در کار یک کشور بیش از همه باید توده معنی مشروطه را بفهمد و آن را بخواهد و خود را شاینده آن گرداند. زندگانی در زیر یوغ پادشاهان خودکام با زندگی آزاد در یک کشور مشروطه دو تاست. برای این شایستگی دیگری می‌خواهد. مردمی که به شورش برخاسته با پادشاه خودکام می‌جنگند و مشروطه می‌خواهند، این جنگ و شورش معنایشان است که می‌خواهند دستان پادشاه را کوتاه گردانیده مردم خودشان کشور را راه برند. این است در کشور مشروطه باید هر یکی از جوان و پیر، زن و مرد، توانگر و کمچیز و شهری روستایی خود را پاسخده نگهداری آن کشور بشناسد و کوشش به آبادی آن را بایای خود بداند. چنان که در معنی میهن پرستی گفتم، باید در میانه پیمان ورجاوندی به نام همزیستن باشد. این هاست معنی مشروطه. ولی در ایران چون جنبش برخاست، این سخنان به میان نیامد. شورش مشروطه خواهی در ایران بیش از همه جنگ دادخواهی و ستمگری می بود. این است معنی درست مشروطه به مردم فهمانیده نشد و هنوز پس از 38 سال یکی از 1000 مردم معنی راست آن را نمی داند. از آن سوی ایرانیان چند هزار سال در زیر یوغ پادشاهان زیسته، کتابهاشان و دلهاشان پر از پندارهای پست شاه پرستی و دستورهای زیردستی و مانند اینها بود که پس از مشروطه بایستی از میان رود و باز نماند. یک توده‌ای که به زندگانی آزاد دموکراسی پا می‌گذارند باید اندیشه و سهش‌های آنان نیز دیگر گردد. از این رو یکی از کارهایی که بایستی در ایران انجام گیرد این می بود که آن پندارهای کهن زمانهای گذشته از میان رود و آن کتابها از دست مردم گرفته شود. مثلا فردوسی خود مرد نیکی بوده، ولی سخنان او که بیش از همه ستایش پادشاهان خودکام و دربارهای ایشان است، در این روزگار سراپا زیان است و بایستی از میان برخیزد. از کتاب فردوسی تنها در زبینه زبان می شود سودجویی کرد. هنوز این فردوسی است که خود مرد نیکی می بوده، چه رسد به دیگران که سراپا پستی و آلودگی می بودند و گفته‌هاشان پر از ستایش شاهان خودکام و دستورهای پست بردگی و زیردستی است. یکی از ایشان نظامی است که وزارت فرهنگ او را حکیم نظامی می خواند. این مرد چندان پست می بوده که زندگانی خود را با ستایش شاهان کوچک و بی ارج زمان خود گذرانیده و به نامهای ایشان مثنوی‌ها سروده و چاپلوسی و بیرگی را تا به آنجا رسانیده که در برابر یک بهرامشاه کوچکی خود را سگ، بلکه کمتر از سگ گردانیده و از او استخوان خواسته است. با فلک آندم که نشینی بخوان، پیش من افکن قدری استخوان، که آخر لاف سگیت میزنم، دبدبه بندگیت میزنم.
در دیده این مرد بهرامشاه که فرمانروای یک شهر ارسنجان بیش نمی بوده، شبها با فلک همنشین می شده و روزی به مردم می بخشیده و این است برای خود که لاف سگی بهرامشاه را می زد استخوان خواسته. توفو بر تو ای مردک پست بیرنگ. همین مرد در ستایش پادشاهان خودکامه می سراید: پیش خرد شاهی و پیغمبری، چون دو نگینند به یک انگشتری. آن پادشاهان خودکام هوسباز با برانگیختگان خدا در یک شمار می بودند. دیگری از ایشان سعدی است. در دلبستگی این مرد به پادشاهان خودکام و بی‌پروایی‌اش به توده و زندگانی توده‌ای، همین بس که مغولان که در ایران و عراق و دیگر جاها خونهای میلیونها مردان را ریخته و گلوهای هزاران کودکان شیرخوار را فشرده و میلیونها دختران و زنان را به بردگی بردند، سعدی که خود همزمان می بود کمترین یادی از این داستانهای دلگداز در گفته‌های او نیست. ولی چون مستعصم خلیفه بی ارج عباسی کشته شده، سعدی پست نهاد به سوگواری پرداخته و آسمان را خون گریانیده است. این مرد دستورهایش همه از روی پستی و چاپلوسی است. پادشاهان از برای مصلحت صدخون کنند. هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. صلاح مملکت خیش خسروان دانند. قرار در کف آزادگان نگیرد مال. دستی که به دندان نتوان برد ببوس. این مرد در دلبستگی به دربارهای پادشاهان و خوشنودی از ستمگری‌های آنان تا جایی پیش رفته که خدا را نیز مانند یک پادشاه ستمگر خودکامی شناخته است. این یکی از کارهای بسیار بیخردانه پادشاهان خودکام و هوسباز می بود که روزی را برای خونریزی و خشمرانی خود برگزیدندی و در آن روز جامه سرخ به تن کرده به بهانه‌های کوچکی خونها از باگناهان و بیگناهان ریختندی. یک روز نیست که دستگاه باده‌خواری و مطرب بازی برپا کردندی، به این و آن پولها دادندی و هر گناهکاری را که خواستندی آمرزیدندی. آن روز خشمشان می بود یا این روز دهششان؟ سعدی بیخرد چنین دستگاهی را برای خدا نیز آرزو کرده است و در میان شیرین زبانی های خود چنین می گوید: به تهدید اگر برکشد تیغ حکم، بمانند کروبیان سم و بکم. وگر در دهد یک صلای کرم، عزازیل گوید نصیبی برم. جلوی خامه را بگیریم. یکی از کارهایی که میبایست وزارت فرهنگ انجام دهد این می بود که در میان درسهای خود از دبستان گرفته تا دانشکده معنی زندگانی آزاد دموکراسی و سودهای آن را به نورسان یاد دهد و اندیشه ها و سهش های آنان را با میهن پرستی و دلبستگی و کشور و زندگانی توده‌ای بپرورد و بایایی را که هر کسی در برابر کشور و توده می‌دارد به آنان بفهماند. از آن سو همیشه در کوشش باشد که پندارهای پست کهن را که در کتابها و دلها آکنده شده از میان برد. جلوی چاپ آن کتابها را گرفته به جای آنها کتابهایی را که با زندگانی نوین مشروطه و دموکراسی سازگار باشد چاپ کرده رواج دهد. این می بود یکی از کارهای ارجداری که بایستی انجام گیرد. ولی وزارت فرهنگ درست به وارونه این رفتار کرده است. از یک سو شما در سراسر درس‌هایی که وزارت فرهنگ به نورسان و جوانان می‌آموزد یادی از معنی مشروطه و میهن پرستی و از این گونه چیزها نتوانید یافت. آنچه ما می‌دانیم در دانشکده حقوق است که چون باید سررشته‌داری حکومت و گونه‌های آن را درس دهند، در آن میان یادی نیز از مشروطه کرده می‌شود. در دیگر جاها چنین درس‌ها نیست. از این سوی چنان که گفتیم وزارت فرهنگ یگانه بایایی که برای خود شناخته این بوده که بدآموزی‌های کهن و سرپازیان زمانهای تیره و پریشانگویی‌های شاعران چاپلوس دربارهای خودکامگی را که بایستی از میان برده شود نگه دارد و رواجش را بیشتر گرداند و مغزهای جوانان و نورسان را با آنها بیاکند. وزارت فرهنگ آشکار میگوید این کار بایای اوست و ما نیک می‌دانیم این بایا را بهر آنکه برگزیده و سرچشمه این کار چه بوده. ولی در اینجا به گفتگو نیاز نمی‌بینیم. در اینجا سخن از نتیجه است و سرچشمه هر چه بوده است باشد.
می‌خواهیم بگوییم وزارت فرهنگ از هر باره به وارونه بایای خود رفتار کرده و این است نتیجه از هر باره وارونه در آمده. به این معنی جوانان که بایستی راه زندگانی یاد گیرند آن را به یک بار گم می‌کنند. روانها که بایستی نیرومند گردد به یک بار از نیرو می‌افتد و فهمها و خردها بیکاره می‌گردد. از اینجاست که جوانان که از دبیرستان یا دانشکده با مغزهای فرسوده و ناتوان بیرون می‌آیند از یک سو فریفته خود میباشند و هر یکی از ایشان آن چیزهای درهم و بیهوده‌ای را که از درس‌ها یاد گرفته و یا از این روزنامه و آن مهنامه به دست آورده برای سرمایه زندگانی بس می‌شمارد و هیچ گونه نیازی برای به یاد گرفتن چیزهایی در خود نمی‌شناسد. به جای خود که می‌خواهد جامعه را تربیت کند و نتیجه درس خواندن خود را جز همین نمی‌شناسد که به راهنمایی توده برخیزد و از همان گام نخست خودسرانه به کوشش‌هایی می‌پردازد و گفتارها می‌نویسد و یا روزنامه برپا می‌کند. از یک سو نیز در سایه ناتوانی روان و بیکارگی خرد در همه کارها و کوشش‌ها راهنمای ایشان جز هوس و آز و خودخواهی و سرکشی نیست. باشد که خوانندگان ندانند راهنمایی آز و خودخواهی و هوس چه می باشد و ما از این جمله چه می خواهیم. این است به روشن گردانیدن آن پرداخته می گوییم زیستن به دو گونه تواند بود. یکی از روی فهم و خرد و دیگری از راه هوس و خودخواهی. در زیستن از روی فهم و خرد آدمی بهر کاری که آغاز کند نخست در نیک و بد آن اندیشد و نتیجه از پشت سر آن کار برای خود یا برای دیگران به دیده گیرد. ولی در زیستن از راه هوس و خودخواهی اینها شرط نیست و نتیجه ای از کارها به دیده گرفته نشود. اکنون شما کارهای این پروردگان فرهنگ را بسنجید که آیا از روی فهم و اندیشه است و نتیجه ای از آنها می‌خواهند؟ روزنامه نوشتنشان را، کتاب چاپ کردنشان را، گفتار نوشتنشان را، حزب ساختنشان را یکایک از دیده گذرانید. آیا کدام یکی از راه سودجویی و خودنمایی نیست؟ از کدام یکی نتیجه درستی خواسته می شود؟ درباره روزنامه من نشان دادم که اینان معنی آن را ندانسته خود روزنامه را خواستی می شمارند. با این نافهمی روزنامه ای را که برپا می کنند تنها برای آن است که نامی درآورند و میدانی داشته هوس گفتارنویسی خود را به کار بندند و هر کسی خواستند دشنام دهند، ریشخند کنند، بد نویسند و یگانه هنر که در روزنامه نویسی شناختند آن است که به دولت تاخت برند و به یکایک وزیران زشت نویسند و این هنر نامش در پیش ایشان تند رفتن است. این روزنامه ها که پس از زمان مشروطه در ایران پراکنده شده یکی از شوندهای بدبختی مردم است، زیرا اینها که جز پریشان نویسی نمیشناسند و هیچ یکی راهی نداشته است به پریشانی باورها و پندارهای مردم افزوده است. در کتاب نویسی بیش از همه به رمان میپردازند، زیرا کاری است بیرنج و مایش جز بافندگی نیست و از آن سوی سخن از دنبال کردن زنان و آمیزش با آن با سهش‌های جوانی بسیار سازگار است و پس از همه پول نیز در می آید. این است در سالهای اخیر که پروردگان فرهنگ بیشتر بودند شماره رمان در زبان فارسی از اندازه گذشته است و از آن سوی در این 38 سال زمان مشروطه کمتر کتاب سودمندی در زمینه دانش‌ها در فارسی به چاپ رسیده است. شگفت‌تر از همه حزب ساختن ایشان است. حزب یا باهمات از چیزهایی است که ما از اروپا گرفته ایم. یک حزب باید سیاستی را برای کشور به اندیشه گیرد یا یک رشته پیرایش‌هایی را در توده دنبال کند. به هر حال باید برای یک خواست بسیار بزرگی باشد و این است در کشورهای بزرگ اروپا و امریکا در هر یکی بیش از 2 یا 3 حزب نتوان یافت. ولی اینان از حزب جز این را نفهمیدند که هر زمان که انتخابات پیش آمد و یا کار دیگری در میان بود 10 تن بیشتر یا کمتر گرد هم آیند و یک نامی به روی خود گذارده و چند جمله‌ای را به هم بافته مرامنامه گردانند و اگر گامی هم فراتر گذارده روزنامه‌ای هم برپا کنند و با همین چند کار حزب را پدید آمده شناسند و چند زمانی بیایند و بروند و با هم بنشینند و در پی سودجویی‌های پستی باشند و سپس پراکنده گردیده پی کارهای خود روند.
حزب سازی یکی از رسوایی ها شده. هر زمان که فرصت میابند دیده میشود که 100 حزب پدید میآید و همین که یک سختگیری از سوی دولت میشود همگی رها کرده پی کار خود میروند. آن جمله ها که در مرامنامه هاشان می نویسند شما اگر بپرسید معنایش هم نمی دانند. مثلا وحدت ملی. شما اگر بپرسید خواستشان چیست یا بپرسید در ایران که چند زبان و بیش از 10 کیش رواج می دارد و دسته‌بندی های گوناگون دیگر در میان است، از چه راهی می توان این پراکندگی ها را از میان برداشت و مردم را یکی گردانید؟ یک پاسخ درستی نخواهید شنید. اینها چیزهایی است که از اندیشه آنها نگذشته است. این حزب‌ها که اکنون هست، شما اگر از سران آنها بپرسید آینده ایران چه باید بود، از چه راهی ایران خواهد توانست از این درماندگی بیرون آید، از چه راهی خواهد توانست پنجه همسایگان نیرومند را از خود بازگرداند، خواهید دید اینها چیزهایی است که هیچگاه از اندیشه های ایشان نگذشته و خود جای دریغ است که چنین سخنانی با چنان نادانانی به میان آورده شود. آنان حزبی که ساختند جز برای هوس و خودنمایی نیست و آنچه در میانشان نتوان یافت اندیشه درباره آینده کشور می باشد. یک درد بزرگ اینان جداسری یا گردنکشیشان می باشد. چنانکه گفتم هر یکی از آنان چیزهای پراکنده و بی سر و بنی را که در آموزشگاه درس خوانده و یا در بیرون از روزنامه ها و زبان ها فرا گرفته سرمایه ارجداری می شمارد و هیچ کمی در خود سراغ نمی دارد و این است هر یکی در آن آرزوست که به توده راهنمایی کند و این به او بسیار گران است که به یک عامقی گردن گذارد و یا از یک راهی پیروی نماید. شما اگر به آنان بگویید هر توده‌ای باید در زندگی یک راهی را پیش گیرد که همگی آن را بپذیرند و پیروی نمایند، این عمیق بسیار روشن به آنان دشوار خواهد افتاد و آنچه نخواهند پذیرفت همین عمیق می باشد. زیرا آنان در سرکشی و خودخواهی تا به جایی افتاده‌اند که بیشترشان به پدران و مادرانشان نیز ارجی نمی نهند و آنان را خوار می دارند. دیو جداسری و گردنکشی در مغزهای آنان میدانداری می کند. یک رفتار بسیار زشتی که ما از اینان دیدیم آن است که سخن ارجداری را که از کسی می شنوند به جای پذیرفتن و گردن گذاردن همان را گرفته به نام خود گفتار می گردانند و به خود نمایی می پردازند. یک چیز آزمودنی است که بیشتر آنان کمترین دلبستگی به کشور و توده نمی دارند و اینکه نام کشور و توده میبرند و دلبستگی می نمایند جز از راه هوسبازی و خودنمایی و سودجویی نیست. برای آزمایش شما اگر آنان را گردآورید و یک راهی پیشنهاد کرده با دلیل‌های بسیار روشن گردانید که سود کشور و توده در همدستی با یکدیگر و پیروی از یک راه می باشد، بیگمان نخواهند پذیرفت. زیرا که در آمدن به یک راه و همدستی با یکدیگر با هوسبازی‌های آنان سازگار نخواهد بود. از این شگفت‌تر داستان کار و پیشه ایشان است. درس را تنها برای آن می‌خوانند که چون از دبیرستان یا از دانشکده در آمدند از دولت کار بخواهند و کمتر یکی از آنان معنی راست کار و پیشه را می‌داند و کمتر یکی می‌خواهد به کاری بپردازد که سودی به توده برساند. پسر سبزی فروش و چیت فروش که درس خوانده کمی خود می شمارد که به کار پدرش پردازند. شما اگر کسانی را از آنان فراهم نشانده و با دلیل‌های بسیار روشن گردانید که رفتن به فلان دیه و آنجا را آباد گردانیدن هم برای توده و هم برای خودشان سودمند است، بیگمان نخواهند پذیرفت. زیرا کشاورزی را سزنده خود نمی شمارد. آنان درس خواندند که در شهر باشند و در پشت میز نشینند، مفت خورند، روزنامه نویسند، رمان بافند و حزب سازند. یک درس خوانده کارش اینها باید بوند. در همین جاست که زیانمندی این فرهنگ نیک دانسته می شود. زیرا شما اگر یک جوان درس خوانده را با یک روستایی بی سواد به سنجش گذارید و از دیده شایندگی به زندگانی به دیده گیرید، بیگمان آن روستایی بی سواد شاینده تر از این جوان درس خوانده است. راست است که آن روستایی جغرافی نمی داند، از تاریخ ناآگاه است، از دانشها به یک بار بی بهره می باشد و اینها کمیهای اوست. لیکن در همان حال به اندازه توانایی به بسیج خاروبار و دیگر دربایست ها کمک می کند و به توده و کشور سودمند می باشد.
ولی این جوان درس خوانده مفتخوار است و جز به کار مفتخواری نتواند خورد. آنگاه آن روستایی مغزش نیرومند و نیروهای خدادادیش دست نخورده است، ولی این جوان مغزش فرسوده و نیروهایش تباه شده می باشد. آن روستایی اگر به یک کار بدی برخاست و شما ایراد گرفتید، شرم کند و سرش پایین اندازد، ولی این جوان درس خوانده برای بدکاری های خود فلسفه تراشد و با شما به چخش پردازد. این یک هنر بزرگی از ایشان است. این است نتیجه‌ای که سنجیدن یک جوان درس خوانده با کشاورزان و روستاییان به دست می آید. و بسیار جای افسوس است که وزارت فرهنگ به آرزوی تعلیمات عمومی افتاده، می‌خواهد آن روستاییان و کشاورزان را نیز به حال این جوانان اندازد. چنان که گفتیم این هنر بزرگی از پروردگان فرهنگ است که برای هوسبازی‌ها و بدکاری‌های خود فلسفه ببافند. و چون این کار یک گناه بزرگی از ایشان است و خود نشانی از تباهی آنان میباشد، در اینجا از آن سخن رانده و یک داستانی را که به تازگی در این باره رخ داده یاد میکنم. چنانکه خوانندگان میدانند ما درباره شعر سخنان بسیاری رانده و این زمینه را با دلیل‌های استواری روشن گردانیده ایم. همچنین از سعدی و حافظ و دیگران سخن رانده، زیانهای بسیار شعرهای آنان را با دلیل‌های فراوان باز نموده ایم. کوتاه شده گفته های ما آن است که شعر سخن است و کسی که سخنی می‌دارد می‌خواهد آن را با شعر گوید یا می‌خواهد با نثر گوید. چیزی که هست سخن، چه شعر و چه نثر، باید از راه نیاز باشد. سخنی که از روی نیاز نباشد یاوه‌گویی است و خرد از آن بیزار باشد. گفته ایم این گونه شعرگویی که در ایران رواج یافته و کسانی بی آنکه به سخنی نیاز باشد به نام قافیه بافی شعر میگویند کار بیخردانه است. گفته ایم سعدی و حافظ و خیام و دیگران گذشته از اینکه یاوه بافی کرده اند، در میان شعرهای خود چند رشته بدآموزی‌های زهرآلود را از جبریگری و خراباتیگری و بادخواری و چاپلوسی و ساده‌بازی و مانند اینها رواج دادند. این هاست فشرده گفته های ما درباره شعر و شاعران، سخنانی به این استواری چون پروردگان فرهنگ نمیخواهند دست از یاوه‌گویی بکشند، در برابر ما ایستاده هر زمان فلسفه بیخردانه دیگری برای هوسبازی خود میتراشند. به تازگی نیز دکتری که خود شاعر است در ماهنامه رسمی وزارت فرهنگ در برابر گفته های ما به سخنان پوچ بیفرهنگانه‌ای پرداخته و از جمله چنین نوشته است: باید یقین داشت که در باب شعر در اشتباهند و هنوز به تفاوت طرز فکر و بیان شاعرانه و روش گفتار فلسفی و دینی و اخلاقی و علمی پی نبردند. نیک اندیشید که این دکتر چه میگوید و برای یاوه بافی خودش و دیگران چه بهانه‌ای میتراشد. این میگوید سخنانی که شما درباره شعر و شاعران میگویید سخنان دینی و فلسفی است و شاعر اندیشه‌اش جز اندیشه های فلسفی یا دینی یا مانندان هاست. باید گفت ما هیچگاه نامی از فلسفه یا دین نبردیم و نمیبریم. آنچه ما گفتیم یک رشته عمیق هایی است که هر باخردی باید آن را پذیرد. ما میگوییم در جهان عمیق هایی هست و خدا به هر کسی خرد داده که آن عمیق ها را دریابد. میگوییم هر کسی باید در زندگانی پیروی از خرد کند و هیچ کسی آزاد نیست دنبال هوس‌های خود را گیرد. کسانی که میخواهند پیروی از خرد ننموده در هوسبازی آزاد باشند، باید بروند همچون گرگان و شغالان در کوه‌ها و دره‌ها به تنهایی زندگی کنند. در میان توده هیچ کس در هوسبازی آزاد نتواند بود. گفته آقای دکتر هیچ معنایی نمی‌دارد و جز جمله‌های پوچی نیست. عمیق‌ها نه چیزی است که شاعر و فیلسوف و دیندار و دانشمند در برابر آن جدایی پیدا کنند. هنگامی که گفته می‌شود سخن بی‌نیازانه یاوه‌گویی است، باید شاعر و فیلسوف و دیندار و دانشمند و دیگران همگی آن را پذیرند. و بسیار سخن پوچی است که کسی بگوید شاعر جدا از دیگران است. چنین سخنی جز از مغز پوچ یک یاوه باف نتواند تراوید. چه شده که شاعر جدا از دیگران باشد و عمیق‌ها را نپذیرد؟ آنگاه اگر همین بهانه را دیگر بدکاران نیز بیاورند،
مثلا قماربازان، انبارداران، راهزنان، تاراجگران، جیببران همین بهانه را آورده. مثلا ما که به قماربازی ایراد گرفته میگوییم کار بد است، قماربازان پاسخ داده بگویند هنوز شما به تفاوت طرز فکر قماربازانه با روش و گفتار فلسفی و دینی و اخلاقی و علمی پی نبرده اید. آیا شما دکتر چه پاسخی به آنان خواهید داشت؟ قمارباز با قافیه باف چه جدایی می‌دارد که این در هوسبازی آزاد باشد و آن نباشد؟ بگویید تا ما هم بدانیم. این یک نمونه است که چگونه این جوانان نیروهای ساده خدادادی را از دست دادند که از کارهای بد خود نه تنها سرافکنده نمی‌شوند، از راه سرکشی در آمده فلسفه نیز برای آن می‌بافند. یک چیز بی‌ماورتر درباره این جوانان یا مردان آنکه چون سرچشمه جوش و جنبششان جز هوسبازی و خودنمایی و سودجویی نیست و در هیچ کاری به اندیشه نمی‌پردازند و درباره آینده کمترین پروایی نمی‌دارند، به آسانی فریب توانند خورد و به آسانی افسار دست بیگانگان توانند. بلکه راستی آن است که اینان با حالی که می‌دارند و همیشه در پی دستاویزهایی میباشند که به خود نمایی پردازند، خود در پی بیگانگان و بدخواهانند و نیازی به آنکه کسی فریبشان دهد نیست. اینان با آن کمی مایه هیچ نمی‌دانند آینده کشور چه باید بود و هر کسی به چه باید کوشد. به یک راه روشنی در پیش پا نمی‌دارند و در سایه هوسمندی با هر آوازی تکان می‌خورند و با هر نوایی به رقص می‌پردازند. یک روزی در اروپا هیتلری پیدا می‌شود و نامی در می‌آورد و ناگهان اینان در ایران به تکان می‌آیند و هواداری‌ها از وی می‌کنند و با صد بیخردی چنین می‌گویند: اگر آلمان غلبه کند ما هم نجات خواهیم یافت. یک روز می‌بینی بازگشتند و بی آنکه بدانند کمونیست‌ها چه می‌گویند دم از کمونیستی می‌زنند و یا از یک دسته دیگری هواداری نشان می‌دهند. با صد بیخردی این بهانه را به زبان می‌آورند: ما چون ضعیفیم باید به یکی از دولت‌های بزرگ استناد کنیم. یگانه چیزی که به اندیشه این سیاسی دانان بیخرد می‌رسد همین است. بی آنکه کسی برقصاندشان خود می‌رقصند. این دلبستگی که جوانان و دیگران به سعدی و حافظ و دیگر شاعران نشان می‌دهند و در آن پافشاری را از اندازه می‌گذرانند، سرچشمه این کار آن است که چند تن از شرق‌شناسان که خود از کارکنان سیاسی دولت‌های غربی میباشند، کتاب‌ها درباره این شاعران نوشته و ستایش‌ها از آنان کردند. و اینان که خود فهم و خرد درستی برای شناختن نیک و بد و راست و دروغ نمی‌دارند و خود از هوسمندی در جستجوی عنوانی برای جنب و جوش میباشند، از همان نوشته‌های شرق‌شناسان به تکان آمدند و دیدنی است که چه دلبستگی به شاعران می‌نمایند و چه بافندگی‌هایی در آن باره می‌کنند. همین داستان بهترین نمونه از بیکارگی فهم‌ها و خردهای آنان میباشد. ببینید با چه آسانی توان آنان را از راه برد. با چه آسانی توان کلنگ به دستشان داد و به کندن بنیاد خودشان واداشت. همگی می‌دانیم در ایران پیش از مشروطه شاعران جایگاهی نمی‌داشتند و ارجی به آنها گذارده نمی‌شد. سپس در جنبش مشروطه هرچه خوارتر و بی‌ارج‌تر گردیدند و یکی از سخنانی که به زبانها افتاده بود مایه‌ی بدبختی بودن شاعران چاپلوس و ستایشگر می‌بود و گفته‌های سعدی و دیگران درباره پادشاهان با ریشخند یاد می‌شد. لیکن سپس که پروفسور براون و دیگر شرق‌شناسان به ستایش‌هایی از آن شاعران پرداختند و چند کتابی نوشتند، در اندک زمانی در شهرهای ایران تکانی پیدا و دلبستگی به شاعران پدید آمد و همان شاعران یاوه‌گو از بزرگان شمارده شدند و نام مفاخر ملی پیدا کردند و کتاب‌های آنها بنیاد فرهنگ ایران گردید. در اینجا سخن بسیار است و من چون فرصت نمی‌دارم تنها به یک مسئله بس می‌کنم. میگویند کسی را اسبی می‌بود، لاغر و تنبل و پیر و چموش که از دست آن به تنگ آمده بود. روزی آن را به بازار برد که بفروشد و خود را آسوده گرداند. در بازار دلال سوار اسب گردیده با زور تازیانه آن را چندی دوانید و بانگ برداشته چنین گفت: کیست بخرد اسبی را که جوان است و چابک و راهوار؟ و از این گونه ستایش ها چندان سرود که دارنده اسب خود پیش آمده جلویش را گرفت و گفت:
اگر چنین است چرا بفروشم و اسب را به خانه بازگردانید؟ سخن را به پایان میرسانم. میدانم کسانی خواهند گفت چه باید کرد؟ آیا شما میخواهید فرهنگی نباشد؟ میگویم ما چنین سخنی نمیگوییم. ما به فرهنگ نیاز بسیار میداریم. چیزی که هست فرهنگ باید به معنی راستش باشد، بدانسان که باز نمودیم. خواهند گفت پس با این فرهنگ چه باید کرد؟ آیا نتوان آن را اصلاح کرد؟ میگویم این فرهنگ در خور پیراستن یا به گفته شما اصلاح کردن نیست و باید از ریشه عوض گردد. آری از روزی که ما به کوشش برخاسته ایم و هر زمان ایرادها به شاعران و کتابهای ایشان گرفته و پس از هایهویی گفته های ما در دلها جا باز کرده، وزارت فرهنگ ناچار شده کتابهای خود را دیگر گرداند. ولی این کار جز به نام سنگر عوض کردن نبوده. چون یک دسته در وزارت فرهنگ ماهانه های گزافی میبرند برای آنکه دستشان از آن پولها کوتاه نگردد، هر زمان به رویه کاری هایی پرداختند که خواستشان جز فریب نمی بوده. اگر آن کسان مردان دلسوزی بودندی، بایستی در این چند سال با گفته های ما که همه عمیق است هم آواز گردند و همین عمیق ها را پایه فرهنگ گردانند. پایان. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayabooth.com